حالا به این فکر کردین که رنگ هر پاسپورت چه معنی میده؟ پاسپورت‌های آبی نشونه آزادی و ثبات هستن. در واقع دارن یه جورایی با این رنگ فخر می‌فروشن که میتونن به بسیاری از کشورها بدون نیاز به ویزا سفر کنن. پاسپورت‌های سبز متعلق به کشورهای خاورمیانه‌ای و یا آفریقایی هستند و رنگ سبز نماد کشورهای اسلامی یا عرب هست. همچنین برای رفتن به بسیاری از کشورها با این رنگ پاسپورت شما حتما نیاز به ویزا دارید. رنگ قرمز هم نماد قدرت هست. به همین دلیل کشورهایی مثل روسیه و چین از این رنگ پاسپورتشون استفاده کردن. همچنین اکثر کشورهای اتحادیه اروپا این رنگی هستن و میتونن به بسیاری از کشورها بدون نیاز به ویزا سفر کنن. پاسپورت‌های مشکی معمولاً متعلق به کشورهای آفریقایی هستند و نماد پیچیدگی و محدودیتن و برای سفر کردن به کشورهای مختلف با این رنگ پاسپورت داشتن ویزا ضروری و حتمی. حالا به نظرتون رنگ پاسپورت کشور ما توی کدوم یکی از این دستا قرار میگیره؟ حتما برامون کامنت کنید.